سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ به یه ولاگ دیگه با من خیلی خوش اومدین بچه ها. این ولاگ فرق میکنه، مثل بقیه ولاگا نیسته. چرا؟ مناسبت سالگرد ازدواجمونه بچه ها. 4مین سالگرد ازدواجمون میشه. جانم مادر. آره بچه ها دیگه خیلی خواب موندم. قرار بود صبح ساعت 9 بلند شم، کارامو انجام بدم، برم بیرون. خرید داشتم، یه ذره خرید بکنم دیگه، کادو بخرم از اینجور حرفا، ولی دیر شد بچه ها. کیک اومد، محمود رفته بگیره دیگه. الان پایین خونه است، نمیدونم پیدا بتونه یا نتونه. محمود اون ماشینی چیه؟ اون ماشینه هم نگاه. بگو ماشینش چیه؟ یه دقیقه صبر کن بهش پیام بدم. بچه ها کاش حالا واقعا کیکم شبیه عکسش باشه، اگه نباشه من خودکشی میکنم. حالا محمود رفت بگیره بیاره. بچه محمود اووردش. بک بیارش بالا، بخوام ببینمش. نه نه خوب نیست، خیلی گل و وسط گذاشته. اون گل گوشه بود، بعدم این چه وضع نوشتنه. نه ولش کن مسمالی کنی خراب میشه. بچه ها دارم میرم برای شوهرم کادو بخرم. من میخواستم خودم تنهایی بخرم، منتها از اونجایی که مثلا سر در نمیارم، بعد خب بلد نیستم واقعا، سر در نمیارم، چیزای مردونه است، به خاطر اون من بلد نیستم. گفتم با خودش برم انتخاب کنه. آره دیگه بچه، چون من بلد نیستم با خود محمود دارم میرم که خودش یه ذره سر در میاره و میدونه چی به چیه چی به چی نیست. یه ذره نه خیلی سر در میاره، بلده دیگه. کلا من بلد نیستم، می‌خواستم خود بگیرم ولی خب یه چیزی میگرفتم به دردش نمیخورد. گفتم با خودش برون بگیره بهتره. الان داریم میریم با هم. وای خیلی تخفیفاش خوب شده. بچه اومدیم فروشگاه بیم یه نوشیدنی چیزی بگیرم. خیلی هوا گرمه، دیگه گرمی واقعا نمیشه بری بازار بگردی. یه دونه من آب میوه گرفتم، محمود یه دونه ردبول گرفت. بر ماهانم دیگه نمیشه چیز نگیری، برش از این پورو میوه یا گرفتم بخورم. تا اومدیم یه جا نشستیم، گفتیم یه نوشیدنیامونو بخوریم. چای یه جا نشستیم، نوشیدنیای خود داریم مخوریم. بعد رژ لبم نگاه خط لب شده. Oh my god. بعد دیگه داریم موریم کادوی محمودو بخریم، ولی من نمیدونم محمود برای من چی خریده، هنوزم نداده. ران چی خریدی؟ هیچی. حالا شب میبینید سپرایزه. جدی؟ بچه ها اینه گفت شب میبینید، حالا شب ببینیم چی خرید. بچه ها محمود گفتش که کادو تو شب میبینی برای چی خریدم. بعد الان نمیدونم چی خریده، خیلی کنجکاوم، اصلا نمیدونم خریده نه خریده، میخواد بخره چکار کنه. چون من خدا خب دیشب از سر کار اومد، همطور دست خالی بود دیگه، من چیزی ندیدم که خریده باشه. یه فکر نکنم خریده باشه، یه چیزی گفت. اون شماره چنده؟ فاتوش بشم من آخه. بده به پاش خوابه بچم. این سایز 20 نه؟ ماهان مامان این به پاش خوبه ولی زود کوچیک میشه محمود. این خیلی بزرگه. این بزرگه؟ نه اونقدر بزرگ نیست، خوبه یعنی خوبه. بچه ها اومدیم برای ماهان دمپایی بخریم. بچه نگاه کنید چرا خواهده چقدر گلیه، خیلی بانمکه. بچه ها من از این خوشم اومده.
محمود اینم 19 ولی 19 خیلی کوچیک میشه. الان خوب وگرنه میذاشیم راه بره. چرا بزرگ میشه؟ چه در آخر این صندلو براش این چرا برعکس نمیشه دستم. این صندلو براش گرفتم. نگاه کنید تو رو خدا چقدر کوکولیه. بریم حسابش کنم. Kolay gelsin abla. Hoş bulduk. چای کلاه رو بگیرم نگیرم قشنگ هر کنم ببینم بهم میاد نمیاد. چنده بچه؟ 700 لیره. بچه اومدیم این فروشگاه ولی چیز نداشت ولی ماشین کجا میریم محمود؟ اصلا حواسم بهت نبود ماشین نداشت ولی در عوضش دمپایی خریدم برای ماهان. بریم بیرون دیگه بیرون. اومدیم مدل ماشیناشو نگاه کنیم. مدل ماشین داره. İkinin biri 750 değil mi? Bunlarım sıfır mı ha? Bu sıfır. Burada da var sıfır. Bu yanak için. Sıfır burada. Sıfır kendi. Bu fiyat kaç abi? Bu 1450'ymiş. یه ماشین به همون نشون. این شارژیه نه محمود؟ آره. نه. نزن. Onlar kaç saat şarj oluyor onlar abi? Biz yarım saatte bir saate dolar. Yarım saat, Ya bir saat. dolması yani. 3 gün gider. 3 gün. 3 gün 4 gün. 3 gün. 3 روز 4 روز دیگه شارژش نگه میداره. آره و کابلش اوه. امیر بگیرم. آره یک چیز خفنیه 1450 گفتش. این بر دماغه بر بینی الان نگید چرا گفتید دماغ این بر صفره. زینب بگیرم. خوبه. امیر بگیرم این خیلی خوبه چیز باحالیه. Bunu nasıl çekiyorum onlar? آره خیلی خوشحالیه. همین چیز خوبیه بگیرش محمود جان. خفنه. Garanti var mı onlar abi? Garantisi bilmiyorum. Sorarız garantisini. صاحب چی نیست صاحب چی. Bunlar alayım ben. Bir tane sor şu. آبی اندریم var mı abi؟ خب بلند شدی ماما صندل خریده برات. به به خریده ماما به 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 به. محمود بفرما هدیه‌ات برات خریدم دیگه با مشورت خودت. در خوشی استفاده کنی. ناره ولی خب من هنوز هدیه‌ام نگرفتم اشکالی نداره بابا. خیره.